می‌گذارم. فرودین نشانه آتشین، پرانرژی، صریح و پیشرو است. پس معمولاً با نشانه‌های آتش و هوا هماهنگی بیشتری دارد. سازگاری عشقی فرودین با همه ماها. فرودین پرشور، پرانرژی، رفاقت قوی، اما رقابت و لجبازی ممکن است زیاد شود. فرودین اردیبهشت جذابیت زیاد، اما چالش زا. فرودین سریع و پرتحرک، اردیبهشت آرام و ثابت. اگر صبر داشته باشند، رابطه پایدار می شود. فرودین خرداد عالی و هیجان انگیز. خرداد ذهنی و اجتماعی است و فرودین را تحریک می کند. فقط باید روی ثبات رابطه کار کنند. فرودین پلاس تیر زیبا اما حساس. تیر عاطفی و محتاط، فرودین جسور و سرراست است. اگر فرودین ملایمت نشان دهد، رابطه شیرین می شود. فرودین پلاس مرداد از بهترین ترکیب ها. هر دو آتشین، عاشق توجه، مهربان و پرشور. گاهی رقابت قدرت وجود دارد ولی عشق قوی تر است. فرودین شهریور چالش اما قابل رشد. شهریور دقیق منتقد، فرودین بی‌پروا و جول. اگر قبول کنند که متفاوتند، رابطه مکمل می شود. فرودین پلاس مهر، یکی از بهترین زوجها، مهر متعادل و دیپلماتیک است و فرودین را نرم می کند. جاذبه قوی، تکمیل کننده یکدیگر. فرودین پلاس آبان، رابطه عمیق اما پیچیده، هر دو قوی، حسود و صاحب سبک. اگر قدرت طلبی کنار برود، عشق پرشور و شدید می شود. فرودین آذر، ترکیب عالی و طبیعی. دو نشانه آتشین، ماجراجو، خوشبین، آزاد. اتحاد قوی، آزادی زیاد، عشق شاد و پر جنم و جوش. فرودین پلاس دی سخت اما قابل احترام. دی جدی منظم، فرودین هیجانی و عجول. با تفاهم، رابطه قوی اما کنندگرم شونده خواهد بود. فرودین بهمن، یکی از هماهنگترین ها، دوست، همراه و همفکر. بهمن آزاد و خلاق، فرودین پرشور و آغازگر. فرودین اسفند لطیف و شاعرانه اما حساس. اسفند خیال پرداز و عاطفی، فرودین صریح و مستقیم. اگر فرودین مراقب احساسات اسفند باشد، رابطه آرام و رمان